مقام‌های ایرانی از آغاز طرح تازه برای مهاجران و اتباع در این کشور خبر دادند. بر اساس این طرح، فرهیختگان و نخبگان مهاجر می توانند در مدت بسیار کوتاه، حتی کمتر از یک هفته، اقامت بلند مدت دریافت کنند. این اعلام در مراسم شب شعر شمیم فاطمی انجام شد، جایی که معاون استاندار خراسان رضوی گفت کمیته ویژه برای بررسی صلاحیت پزشکان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و اساتید دانشگاه تشکیل شده است. او از فرهیختگان مهاجر دعوت کرد برای آغاز روند بررسی به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مراجعه کنند. ما یک کمیته فنی رو و تخصصی رو تو این زمینه فعال کردیم. پزشکان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و همه سرمایه‌های فرهنگی، استادان دانشگاه و کسانی که در اون گروه فنی و اون کمیته فنی و تخصصی مورد تایید قرار می‌گیرن در زمان بسیار کوتاه، یعنی در کمتر از یک هفته انشالله اعطای اقامت به اینها داده میشه.